سال 2025 در پی صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان 643 نفر جان باختند، یعنی قریب هر روز 2 نفر. این آمار را جهانبین حکیمزاده سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیل اعلام کرده است. به گفته منبع در حادثه‌های ناخوش راه نقلیات همچنین 1542 کس جراحت گرفتند. مقامات نبستن تصمیه بی‌خطری را از سبب‌های اساسی زیاد بودن فوت در راه‌ها می‌دانند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در کشور تنها 24% رانندگان از تصمیه بی‌خطری استفاده می‌کنند. دیگر رانندگان تنها با دیدن ناظر راه تصمیه بی‌خطری را می‌بستند. در ضمن ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نیز نامور می‌گردد. سفیر روسیه در تاجیکستان میگوید که سال گذشته از زیاد از 78000 تاجیکستانی‌ها شهروندی روسیه را قبول کردند. این آمار نظر به سال 2024 زیادتر بوده است و در آن سال 42000 شهروندان تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه گرفتند. تصدیق درستی این آمار از منابع مستقیم غیر امکان است. سیمیون گریگوروف در صحبت با خبرگزاری تاس گفته است بیشتر تاجیکستانی‌ها شهروندی روسیه را بعد تولد در آن کشور یا از طریق یکی از اعضای خانواده‌شان به دست آوردند. بعد آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، بعضی از مهاجران تاجیک از طرز فرستاده نشدن به جنگ از گرفتن شناسنامه روسی دست کشیدند. میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. مهاجران تاجیک به خاطر خلاص شدن از تفتیش‌های زیاد و سپردن مبلغ پتن تلاش می‌کنند که شناسنامه روسی بگیرند. تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری یک نقشه دراز مدتی سرمایه‌گذاری امضا کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان 11 می خبر داد که برای اجرای این نقشه بانک بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی اختصاص می‌دهد. امضای سندها بعد ملاقات امامعلی رحمان با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری زائو جیایی برپا شد. جزئیات از این بیشتر نشر نمی‌شود. بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری تا حال به تاجیکستان برای اجرای یک قطار لایحه‌های زیرساختاری 400 میلیون دلار کمک کرده است. امامعلی رحمان با هدف یک سفری 3 روزه دولتی در چین قرار دارد و این سفر تا 14 می ادامه می‌کند. چین سرمایه‌گذار مهم اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود و همزمان با یاری‌های افزاینده به باور منقدان وابستگی سیاسی و مالی دوشنبه از پکین هم افزون می‌شود.